طبق سفارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالله رحمان از 22 میلی سال 2023 تحت رقم 586 گذاشتن به نظام غیر نقدی، پرداخت غیر نقدی که ما برنامه بلینگ داره سال 2024 در حدود شهر دوشنبه 4 ناحیه شهر دوشنبه این چیزا ما تجربه کردیم، موفق هم شدیم. امروز کتاب‌هایی که نسل نو هستند پر غیر نقدی پرداخت کرده میشوند. میتونیم که وایسا در مدتی کوتاه همه به همین غیر نقدی و پرداخت غیر نقدی گذاریم. نظام غیر نقدی چون است یک خواننده میتونه یک بار پرداخت نماید، یعنی که او 10 تا کتاب مثال باید خرید، 10 کتاب میخرد، یک بار همش پرداخت مینماید. خودی از نام همون خواننده است، خودی والدین خودشان پرداخت میکنن. کتاب هایی که از سال 2001 تا سال 2016 به تب رسیدند امروز با قرار هیئت مشاوره وزارت معارف علمی جمهوری تاجیکستان از اعتبار ساقط دانسته شده است و استثنایی برخی از کتاب‌هایی که تا به امروز نشر نشده‌اند در برنامه تعلیمی هستند و آموزگاران میتونن از اون کتاب‌هایی که تا امروز نشر نشده‌اند استفاده برند. اما اگر کتابی که از سال 2016 این جانب نشر شده است، آموزگار حق استفاده بردن کتاب‌های تا سال 2016 ندارد. طبق دستورالعمل اجاره کتاب‌های درسی از طرف وزارت معارف علمی جمهوری تاجیکستان 3 سال از طرف وزارت است، 2 سال دیگر از طرف خود مؤسسه‌های تحصیلاتی عمومی و نرخنامه کتاب‌های درسی در طریق روزنامه آموزگار و سایت‌های اجتماعی فیسبوک و دیگر نشر شدند و اینچنین در هر یک مؤسسات نرخ کتاب‌ها باید کتابدار در اتاق کاری خودش نرخ کتاب‌ها رو نصب نماید که والدین از این چیز آگاه باشند.